بچه‌ها فین های غواصی شناوری های مختلفی داره. بیاید یه بار با هم تست بکنیم ببینیم هر فینی چه شناوری داره. مثلا این فینیه که من خودم استفاده میکنم، فین تکلاینه، جت فین های تکلاینه. این اسکوبا پروه. این فین جت فین اپکسه. این کریسیه. این هم دوباره اسکوبا پروه. اسکوبا پرو شناوریش مثبته. این مدل از اسکوبا پرو هم شناوریش مثبته. اپکس کاملا غرق شده، شناوریش منفیه. تکلاین شناوریش خونساه. فینی که خودم استفاده میکنم هم دوباره شناوریش خونساه. و این یکی فین کریسی